سلام به دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیوی دیگه. قبل از هر چیزی لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره. اگه هم از اکسپلور میایید حتما فالو یادتون نره. خب سبک این ویدیو یه کمی متفاوته. خب قبل از هر چیزی میریم سراغ گوشی جدیدم، گلکسی A73. البته اگه دوربین روش فوکوس کنه، بله میبینید که این گوشی جدید منه، گلکسی A73. خب یه چیزی درباره طراحیش بهتون بگم که اندازش با A72 یعنی سری قدیمیش هیچ فرقی نمیکنه. توی طراحی دور دوربین شکلش فرق میکنه، دور دوربین با سری قبلی این گوشی یعنی A72. دقیقا پارسال تو همچون روزی من A52 5G داشتم، اما الان A73 5G دارم، میبینید. خب بریم سراغ ادامه داستان. یه سریا گفته بودید که آموزش ساخت جیمیل بذارم. خب میریم توی اپ گوگل، بعد بالای صفحه گزینه جیمیل رو میزنیم، بعد این گزینه که کنار جیمیل هست رو میزنیم، این فلشه، بعد این گزینه رو میزنیم. خب حالا اینجا از من اثر انگشت میخواد. خب حالا من اثر انگشتم زدم، این پایین میزنیم create account. بعد اینجا گفته میخواید جیمیل برای بیزینس داشته باشید یا جیمیل شخصی. خب ما الان میخوایم اول شخصیشو بریم، بعد بیزینسشو. خب میزنیم اینجا اسمو مینویسیم، مثلا اسم یه لحظه من اینجا مینویسم اسمو. خب نکست رو میزنیم. اینجا میگه چند سالتونه، اینجا میگه چه روزی به دنیا اومدید، اینجا میگه چه ماهی به دنیا اومدید. بعد اینجا میپرسه که جنسیتتون چیه، مذکرین یا مثلا مؤنثین یا چیزای دیگه. برای مذکر باید این رو بزنید، برای مؤنث هم باید این رو بزنید. خب مثلا من الان مذکر میزنم، سالم میزنم مثلا 1995، روزم میزنم. خب ببخشید یه چیزی پیش اومد. خب روز رو میزنیم، مثلا من همینطوری میزنم 2. بعدش هم گزینه مانف که میزنیم، اینجا مثلا من میزنم فبروری. خب من اینو زدم، بعد میزنم این پایین نکست. یوزر نیم الان میخواد، مثلا میگه، بعد اینجا یوزر نیم رو وارد میکنید. مثلا من میزنم مثلا من اینو میزنم.
مثلا من خودم همین یکی از اینا رو انتخاب میکنم. حالا زدم نکست رو میزنم پایین. حالا ازم پسورد میخواد. حتما باید ادساین و نقطه و عدد توش باشه. از 8 رقم به بالا هم فکر کنم باید باشه. خب مثلا من میزنم، مثلا من این پسورد رو میزنم. بعد که پسورد رو نوشتید اون پایین گزینه نکست رو میزنید. حالا من فیلم این از قطع شد. خب حالا اینجا ازتون شماره موبایل میخواد. مثلا من شماره موبایل خودم میزنم. خب بعد اینجا نکست رو میزنیم. حتی میتونید اصلا شماره موبایل هم نزنید. این پایین گزینه اسکیپ هست. مثلا من میزنم اسکیپ. نه مثلا من با شماره موبایل میزنم. خب رو میزنم پایین. و اینجا الان اون جیمیل ساخته شد. یه لحظه من دوباره برم تو گوگل. حالا مثلا اینا الان گوگل هم روی این جیمیل بالا اومده.